اینو میبینی؟ ساین صندلی چرخ داره. یعنی چی؟ یعنی مخصوص فلجاست. ولی یاد یه داستانی منو میندازه. چند سال پیش یه بنده خدایی یه صندلی چرخدار رو سقف ماشینش بسته بود. رفتم بهش گفتم تو فلجی؟ گفت نه. گفتم پس برای چی اینو گذاشتی؟ گفت برای اینکه از طرح ترافیک رد شم. گفتم چند ساله داری این کارو میکنی؟ گفت 4 ساله. برگشتم بهش گفتم که حالا شرط زندگی تغییر کرد؟ گفت نه، هر روز بدبخت‌ترم شدم. آخه عزیز من، وقتی که تو داری ساین بدبختی و فلج بودن رو به این دنیا میفرستی، انتظار داری از سقف کائنات خداوند برای تو کرور شن طلا بریزه؟ قطعاً که این اتفاق نمیفته. حالا خیلی از آدما هم هستن هر روز صبح تا شب فقط دارن میگن بدبختیم بدبختیم بدبختیم. بعد انتظار دارن که تو زندگیشون اتفاقات خیلی بزرگ بیفته. نه خیر عزیز من، مواظب این باش که توی زندگیت داری چه کلامی رو در طول 24 ساعت میفرستی به این کائنات، همون بهت برمیگرده. این کلام خیلی پرقدرته.